بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عفر چای آب از جمله صدقات جاریه که حتی ثوابش بر فرد در عالم برزخ روز آخرت ساری و جاری می باشه معرفی کرده است. جای افتخار است که قمر یک بار دیگر در یکی از مناطق دوردست، البته یکی از ولسوالی های کابل است، منطقه قره‌باغ، اینجا چای آب عفر کرده است که به این فرزندکانمان البته بتانن به عوضی که قسمت زیادی از روز خود در آوردن آب صرف کنن عوضش درس بخوانن. امیدوار هستم که کسایی که در این امر خیر سهم گرفته الله متعال با اونا اجر پاداش بده. این دوان ادامه داره و ما انشالله که کش میگیم تا آخر این سال بالغ بر 2000 حلقه عفر چای آب انشالله داشته باشیم. لینک ها مشاهده میکنین. ما بازم انشالله در نقاط مختلف دیگه افغانستان، ولایت های مختلف، جایی که هموطنان ما نیاز داشته باشه و عفر چای آب، انشالله برنامه خود ادامه میدیم.